د لوی بخښونکي خدای په نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه مو ومنئ. د دې اونۍ ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست درته وایو. په دغه مرکه کې د علامه فیضاني فرهنګي ټولنې دفتر ته راغلي یو او د دغه ټولنې مسؤل او مشر ښاغلی استاد عبدالباقي ایوبي را سره په مرکه کې ګډون کړی دی. هیله ده چې د نوموړي ګټورې خبرې تر پایه واورئ او د دغه قانون د فعالیتونو او د علامه فیضاني د شخصیت او کړنو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. ښاغلی استاد ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او په مرکه کې مو ګډون وکړ. تشکر. تشریف آوری شما را به این دفتر خیر مقدم عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله جور و صحت و عافیت باشید در این ماه مبارک رمضان و در امورات محوله انشاءالله موفق و سرفراز. مننه کور ودان استاد. مخکې له دې چې د قانون د فعالیتونو یا د دغه ټولنې د فعالیتونو په اړه معلومات راکړئ، ښه به دا وي چې د ښاغلي علامه د کارنامو او کړنو او د هغې د شخصیت په اړه یو څه لنډ معلومات له لیدونکو سره شریک کړئ. تشکر. سلامت باشی. در رابطه با شخصیت جناب علامه سید فیضانی که حتما هموطنان ما آگاهی دارند، یکی از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و عرفانی مبارز و مجاهد سرزمین است که به خاطر آزادی، به خاطر حقگویی و به خاطر مبارزه در راه اعلای کلمت الله و به خاطر از اینکه ملت ما بیدار شود در دامه هایی که متاسفانه افتید نمی افتاد مبارزه کرد و در دهه 40 تا 50 و بالاخره اوج مبارزاتش بود که در 7 مرتبه به زندان میرفت، رفته و آخری زندانی شدنش در سال 1352 بود که به اتهام کودتا گرفتار شد از طرف عمال کجیبی که بیشتر روی مبارزش علیه بیداد و استبداد و کفر و کمونیسم بود و میخواست که جلوه آمدن کمونیستا را انقلابشان در افغانستان بگیره و سالها بود که اتحاد جماهیر شوروی که بعد از زیر پا کردن آسیای میانه که 20 میلیون مسلمان در اونجا کشته شد و در مرزهای افغانستان لحظه شماری میکرد قوای سرخ و علامه صاحب تلاش داشت با جمع دیگه علمای بیدار و روشنفکر که جلو آمدن و تجاوز روسا را به افغانستان بگیره و میخواست ملت بیدار شود، نظام بیدار شود تا به کام اجره های کمونیسم ملت ما نفته. متاسفانه نظام ها به خاطر از اینکه نظام های خانوادگی و نظام های میراثی قسمی بود که هیچگاه اجازه نمیدادن برای آزادی بیان و برای گفتن حق، فکر میکردن علامه صاحب مزاحم نظامشان است، مزاحم حکومتشان است. با او اساس هر بار میرفت به زندان و با زندان هم که میبرم به خاطر ازی که میدید که یک ملت به کام نابودی میروه، تلاش میکه از هر گوشه کشور صدا بلند میکه علما را، مردم روشنفکرا را تا ای که بسیج شوه، مردم بیدار شوه و نگذاره که عمال کمونیسم زمینه را مساعد بسازه برای آمدن قوای روسا یا قوای سرخ شوروی که نیمه از دنیا را گرفته بود، تقریبا 15 کشور اقمارش بود و پاکت کمونیسم در دنیا یک دنیای دو قطبی بود و علامه صاحب تلاش داشت که پای کمونیسم یا بیخودایی در این سرزمین نبیاید، مبارزه میکرد و اساس و تپای مبارزهش تقریبا 52 اثر عرفانی نابه که یک برداشت بسیار ناب و خالصانه از اسلام داره و این کاپی نیست. آثاری که علامه صاحب تقریبا 52 اثر نوشته کرده تقریبا همه فراورده هایی است که برداشتی از قرآن، احادیث و از اسلام مطابق روحی ملت و مردم ماست. و علامه صاحب فیضانی فقط اساس کارش است که بود و است تربیه است. یعنی دیگرها دست به صلاح و از راه های دیگه خواستن مبارزه را پیش ببرن از با استفاده از زور. علامه صاحب میخواست که یک ملت ها بیدار شود. با اساس بیداری ما میتونیم اسلام علمی و عملی را در جامعه تطبیق بکنیم که با هیچ شکست نداشته باشه و ریسکش کم باشه، نسبت به اینکه ما مثلا از احساسات مردم استفاده کنیم، مردم تحریک بکنیم و از او استفاده بکنیم، یا مبارزین ضرورتی که ضرورت بود یک زمان مبارزه شد، روسا آمدن
مکتب هم سهم گرفت. پیروای علامه صاحب در دوران جهاد زمانی که ضرورت بود ملت به اشغال رفته و کشور عملا در صحنه جهاد بودن، ولی وقتی که روسا رفتن و جهاد ختم شد و به جهاد فرهنگی ادامه داد و روی به کارهای فرهنگی که شما امروز شاهد هستی که این یکی از نهادهایی که ما در این مکتب داریم کانون فرهنگی است که کارهای مصروف کارهای فرهنگی و تربیتی است. ډېر ښه. واقعا چې د علامه صاحب شخصیت او کړنې هغه کارنامې چې موږ تاسو ته په میراث پرېښي دي د ویاړ او افتخار وړ دي. که د دغه قانون په اړه معلومات راکړئ، په کوم کال تاسیس شو او د ستاسو فعالیتونه څه دي؟ تشکر. کانون فرهنگی علامه صاحب فیضانی در سال 1382 بعد از آمدن تحولاتی که جنگ‌های تنظیمی و مشکلات ها ختم شد و حکومت موقت آمد و بعدا حکومت های دیگه پشت سرش، در اون زمان زمینه فعالیت های فرهنگی مساعد شد. ما با گرفتن جواز رسمی از وزارت عدلیه که مثل دیگر نهادها فعالیت های فرهنگی رسما آغاز شد. قبلا هم بود فعالیت های ما، هم در زمان جهاد، هم در زمان هجرت و هم بعد از او در هر جای، چون یک مکتب تربیتی و مکتب فکری است، این هیچ وقت بدون برنامه نبود. ولی برنامه رسمی و فکریش فرهنگیش از سال 1382 شروع به فعالیت کرد و تا امروز ادامه داره و نمایندگی کانون در اکثر ولایت دیگه مثل مزار، جلال آباد، تخار، کندوز، بغلان، سایر ولایات، هرات نمایندگیش ایجاد شده و فعالیتایشون ادامه داره. علاوه بر این که در داخل کشور نمایندگی های رسمی داریم، در بیرون از کشور پیروای مکتب و این خط فکری هستن، عملا فعالیت دارن، مراکز دارن و مرکز بین المللی این مکتب در امریکا است که بنا فیضانی سنتر است و در کشورهای اروپایی، در کشورهای آسیایی، در اکثر کشورها چون پیروای مکتب و خط فکری وجود داره و مراکز دارن و فعالیتایشون که فعالیتای فکری است الحمدلله جریان داره و به خاطر تنویر انسان و اساس مکتب اسلام هم مخاطبش انسان است و مکتب توحید هم آثار علامه صاحب فقط مخاطبش انسان است که انسان چطور اصلاح شود، با چطور یک انسان بدکنش میشه، یک انسان بد میشه و چطور این انسان باید صالح شه و عواملی که انسان به طرف خرابی میبره، به طرف گناه میبره، به طرف بدی میبره چی است و چطور عوامل خیر در وجود ما شناسایی بکنیم و را تقویت بکنیم تا یک انسان سالم و یک انسان مفید در جامعه شیم. فقط مکتب اساس کارش بحث‌های خودشناسی است که انسان خود بشناسه، بعد از اینکه خود شناخت عوامل مثبت و منفی را در وجود خود تشخیص کرد و با جلوگیری از عوامل منفی که انسان به طرف گناه و به طرف ناروا میبره او را جلوگیری بکنه و عوامل و قوت هایی که در وجود ما از غرایزی که در وجود ما از غرایز مثبت یا یعنی عواملی که انسان به طرف خوبی میبره او شناسایی شود، تقویت شود. و علامه صاحب تمام تلاشی است که انسان برای هر کاری انسان باید ساخته شود و انسان است که زیربنای یک جامعه را تشکیل میده و اساس کار مکتب هم انسان است. ډېر ښه. د تاسې د ټولنې له لوري د کتابونو نندارتونونه همدارنګه په ځینو نندارتونونو کې ګډون د دې نه د تاسې موخه څه وه او لاسته راوړنه مو څه وه؟ تشکر. قسمی که از کانون فرهنگی از نامش پیداست، یکی از استقامت‌های کاریش هم کارهای فرهنگی در اجتماع و با برگزاری نمایشگاهی کتاب و اشتراک در نمایشگاهی که از طرف اطلاعات فرهنگ خصوصا ریاست بیهقی دایر میشه، همیشه اشتراک کرده بخش کتابخانه کانون فرهنگی و نمایشگاهی را خود کانون برگزار کرده که بر خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در بین جوانای ما و خصوصا معرفی آثاری که علامه صاحب 51 اثر نابی که اکثر تانوس جوانای ما به او آشنا نیستن. هدف برگزاری نمایشگاه هم همی است که معرفی آثار است، آثار علامه صاحب و آثار دیگه و رفا و شخصیت های نیک و صالح و ترویج فرهنگ مطالعه که ما اگر
هر قدر ملت ما ملت غیور، ملت شجاع، ملت آگاه است، ولی هر قدر که از مطالعه دور ماندیم، از فرهنگ دور ماندیم، ما میریم به فرهنگ های بیگانه، ما محتاج میشیم به یعنی خدای از چیزی که از خود داریم او را از دست بدیم، نیازمند فرهنگ بیگانه میشیم. تلاش ما این بوده که کوشش کنیم که با ایجاد برگزاری نمایشگاه کتاب، تلاش ما این بوده که ترویج فرهنگ مطالعه را در جامعه شیوع بدیم و بتونیم جوانای ما رو به کتاب بیارن. ما نیاز داریم که یک جامعه را به تمام معنا باید از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از همه لحاظ انشاءالله یک جامعه ممثلی باشه که پیامبر بزرگ اسلام مدینه فاضله را که جور کرد، انشاءالله او اسلام امو اسلام است، باید امو بازدهیش افراد نیک و صالح و خدمتگار برای جامعه خود باشند. ډیره مننه. په پای کې څه پیغام یا نور څه ویل لرئ؟ کامرې مو په خدمت کې دي، مهرباني. تشکر از شما، سلامت باشه. ما در اخیر تشکری میکنم از شما من حیث یک رسانه که آمده سر زده به این نهاد فرهنگی و به مراکزی که بیشتر خصوصا در جامعه، خصوصا در سابق و قدر خرید نداشت، بخش‌های فرهنگی کم توجهی که در بخش فرهنگ شده بود، نتیجهش دیدیم که جوانای ما بیشتر به گمراهی، به فسق، به طرف بیراها کشانده شدن و این که رسانه ها، چون رسانه شما و خصوصا شما علاقه گرفته به نهادهای فرهنگی سری بزنه، یعنی اساس کار در یک جامعه کار فرهنگی است، کار تنویر است، کار روشنگری است که هر قدر یک جامعه روشن میشه از افتادن به دام توطئه های دشمن نجات پیدا میکنه. هر قدر یک جامعه بدبخت باشه، بی سواد باشه، جاهل باشه، بیشتر میتونه استفاده شه، بیشتر میتونه به دام توطئه های دشمنا قرار بگیره و از او استفاده بکنن. تشکر از تشریف آوریتان، از اینکه آمده سر زده به این نهاد فرهنگی. سپاس از شما. خداوند به شما توفیق بیش و بیشتر نصیب کنه. ان شاء الله کون فرهنگی در خدمت شماست و در خدمت همه ملت ماست. آثار علامه صاحب و فکرش ان شاء الله فکر نجات است. شما را خداوند توفیق بیش و بیشتر بده. د علامه فیضاني د فرهنګي ټولنې مسؤل ښاغلی ایوبي صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او خپلې ارزښتناکې خبرې مو راسره شریکې کړې. کور ودان. سلامت باشید. تشکر از شما، از همه همکارای عزیز که تشریف آوردن. خداوند اجر و پاداش نیک د رمضان برای همهتان نصیب بگردانه. بریالي اوسئ. د واک تلویزیون درنو لیدونکو، زموږ ځانګړې مرکه همدومره وه. تر بیا مو الله مال شه. ښې چارې.